به نام خدا. عزیزان پایه نهم سلام. توی این کلیپ میخوام چند تا مثال بیشتر از نماد علمی رو با هم دیگه ببینیم. این دو تا عبارتی که اینجا آورده از ما میخواد که اینا رو تبدیل به نماد علمی کنیم. همینجور که میبینید بچه ها، این عددا خودشون نماد علمی نیستن. چرا نیستن؟ قیافشون شبیه نماد علمیه ولی نماد علمی نیستن، چون ممیزشون بعد از اولین رقم غیر صفر از سمت چپ نیست. اولین رقم غیر صفر ما از سمت چپ 3. ممیز باید بیاد اینجا تا این نماد علمی بشه. آقا با این دهه چی کار کنیم؟ میگم که اگر عددی که به شما میدن و میخوان شما نماد علمیش کنید خودش یه ضرب در 10 داشت، اول اصلا کاری بهش نداشته باشین، یعنی بیاید اینور ضرب در 10 به توان منفی 9 رو بنویسید و اون چیزی که اینجا بوده رو جداگونه نماد علمی کنید. یعنی انگار اصلا اون ضرب در 10 به توان منفی 9 نیست ولی اون طرف حتما باید بنویسیدش. خب میام چی کار میکنم؟ میام میگم که ممیزم اینجاست، باید بیاد اینجا. بعد از 3 اولین رقم غیر صفر از سمت چپ میشه 3 ممیز 2 دهم ضرب در 10. این 10 چیه؟ مال نماد علمیه دیگه. خب 10 چند رقم ممیز رو جابجا کردم؟ 1 2 3 4. خب عددم کوچیک بود یا بزرگ؟ عددم حدوداً 32 صد هزارمه، اومده شده 3 و 2 دهم. یعنی عددم کوچیک بوده، الکی بزرگش کردم، پس به این توان منفی میدم. میشه 10 به توان منفی 4. پس من اینو نماد علمی کردم، شد اینی که اینجاست. این 10 به توان منفی 9 رو هم اومدم خودش رو نوشتم. حالا چی کار میکنم؟ حالا میام با استفاده از قانون پایه های برابر این دوتا رو با هم یکی میکنم. یعنی حالا این دفعه دیگه این استاندارده، خودشو مینویسم، اون دوتا رو میگم پایه ها برابرن، ضرب داره، این ضربه رو گذاشتم بچه ها. حالا این دوتا پایه ها برابرن، یکیشون رو نوشتم، توان ها رو جمع میکنیم، منفی 4 با منفی 9 جمع میشه، قانون اول میشه منفی 13 و سلام. بعدی رو ببینیم. 8 میلیون ضرب در 10 به توان منفی 1. خب اینم نماد علمی نیست، چون این الان ممیزش اینجاست، در حالی که باید بعد از اولین رقم از سمت چپ یعنی اینجا باشه، جلوی 8 باید باشه. پس من ممیز رو از اونجا برمیدارم میارم اینجا، میشه 8 ممیز 0 0 0 0 که دیگه این صفرها بی ارزشن، صفرهای بعد از ممیز که بعدشون هیچ رقمی نباشه بی ارزشن، همش رو برمیدارم، ضرب داره. حالا یه 10 میذاریم، چند رقم جابجا کردیم؟ 6 تا. مثبت یا منفی؟ میگم عددمون 8 میلیون بود، اومدیم الکی تبدیلش کردیم به 8 میلیون رو کردیم 8. عدد بزرگ بود، کوچیکش کردیم، باید جبران بشه، وزنمون میشه مثبت. خب این چی؟ این رو هم خودشون می نویسیم، ضرب در 10 به توان منفی 1. این که دیگه استاندارد شد. پس 8 ضرب داره 10 به توان، این دوتا پایه ها برابره، توان ها رو جمع میکنیم، مثبت 6 با منفی 1 میشه مثبت 5. آقا حتما باید مثبتش رو بذاریم؟ نه، هیچ جا اجباری برای گذاشتن مثبت نیست، از جمله اینجا میتونیم این رو هم نگذارید، 10 به توان 5. خب سوال بعدی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم این سواله، میگه نمایش اعشاری اعداد زیر را بنویسید. نمایش اعشاری اعداد زیر را بنویسید. اگر دقت کنید عددهای ما اینجا خودشون نماد علمی هستن، میخواد شما به صورت اعشاری معمولی بنویسیدش، یعنی این
استاندارد هست، میخواد از استاندارد خارجش کنید، همون اصل کاری اولیه‌اش رو بنویسید. خب اول یه نکته بچه ها، فرض کنید من دارم یه عدد اعشاری رو در نظر بگیرین، همین 5 و 14. اگر بخوایم اینو بزرگش کنیم، ممیزش به سمت راست بره، این عدد هی بزرگتر میشه یا به سمت چپ بره؟ خب ببینید اگه به سمت راست بره، این 5 ممیز یه دونه بره اون ورتر، ممیزش میشه 51 ممیز 4، یه دونه دیگه بره جلو میشه 514 ممیز هیچی، یعنی ممیز 0، یه دونه دیگه بره جلو میشه 5140. پس هرچی ممیز به سمت راست حرکت کنه عددمون بزرگتر میشه. دیگه نیاز به حفظ کردن نداره، مشخصه ممیز هرچی ببری جلو، هرچی ببری به سمت راست عددت بزرگتر میشه، ولی هرچی ببری به سمت چپ کوچیکتر میشه. ببین شما نباید اینا رو حفظ کنید، باید یادشون بگیرید. 5 ممیز 14 رو اگه ممیزش یکی بیاریم اینور میشه 514 هزارم، یعنی از یکم کمتر میشه. یه دونه دیگه ببری عقب میشه 0 ممیز 0 514، یعنی 514 ده هزارم. یه دونه دیگه بری باز دوباره هی کوچیکتر میشه. پس به سمت چپ بریم عددمون کوچکتر میشه. حالا میخوام از این نکته‌ای که این پایین گفتم کمک بگیرم، اینا رو از حالت نماد علمی ببرم به حالت اولیه‌اش. 5 ممیز 14 صدم ضرب در 10 به توان 8. توان این چیه؟ مثبته. باید عددمون رو بزرگ کنه یا کوچیک؟ داریم ضرب در 10 به توان مثبت 8 میکنیم، پس عددمون بزرگ میشه. چقدر؟ 8 واحد. خب پس من قراره ممیز این رو 8 تا ببرم به سمتی که اون رو بزرگتر میکنه، یعنی باید ببرمش جلو، باید ببرمش به سمت راست. خب 8 واحد، 1 2 6 تای دیگه میخوام چی بذارم؟ آفرین 6 تا صفر میذارم. 514 6 تا دونه صفر. آقای کیکاووسی یه بار دیگه. بسیار این تو یادتون باشه، تو ذهنتون باشه که ما هرچی به سمت راست ممیز رو ببریم عددمون بزرگتر میشه، هرچی به سمت چپ ببریم کوچیکتر میشه. که من اینا رو پاک کنم از دست و پام جمع شه. ما داریم 5 ممیز 14 صدم ضرب در 10 به توان 8 میکنیم. چون توانمون مثبته و داریم این عدد رو در 10 به توان مثبت 8 ضرب میکنیم، ممیزمون باید 8 تا بره به سمت راست، چون هرچی بری جلوتر عدد بزرگتر میشه. خب من میخوام 8 تا ببرمش جلو. این 1 این 2، از 8 تا 2 تاش اومدم جلو، اعدادم تموم شد. به جای 6 تا دیگه مونده، به جای اون 6 تا صفر میذارم میرم جلو. درست شد؟ یعنی در واقع اومدم اون 5 ممیز 14 رو نوشتم 5 ممیز 14، 6 تا صفر گذاشتم جلوش، صفر بعد از ممیز بی ارزشه. بعد اومدم اینو 8 تا بردم جلو، 1 2 3 4 5 6 7 8 ممیز اومده اینجا و کار تموم شده. خب بعدی رو نگاه کنید. 3.5 ضرب در 10 به توان منفی 4. ممیز باید 4 تا بره به سمت چپ، 4 تا، باید 4 تا کوچیک بشه و ممیز وقتی میره به سمت چپ کوچیک میشه. خب این یه دونه تموم شد. یه دونه میام اینجا، چند تای دیگه مونده؟ قرار بود 4 تا برم، یه دونه اومدم 3 تای دیگه هم میذارم، ممیز رو میذارم اینجا. 3 رقم دیگه مونده بود دیگه، یعنی میشه 0 1 2 3 35. درست شد بچه ها؟ یه بار دیگه بگم. اینجا گفته 10 به توان منفی 4، من باید این ممیزی که اینجاست رو 4 تا ببرم به سمت چپ، ولی خب یه رقم بیشتر قبلش نیست. من 4 تا میخوام، یه دونه است. 3 تا صفرم میذارم میرم عقب. درست شد؟ آقا این صفره چیه؟ اون دیگه صفره چون هیچی پشتش نبوده صفر گذاشتم. خب آخری رو هم حل کنیم.
7 ممیز 256 ضرب در 10 به توان 2 یعنی مثبت 2. 2 تا باید برم به سمتی که عددمو بزرگ کنم، یعنی به سمت جلو. اینجا باید بیام، ممیزم باید بیاد اینجا، یعنی میشه 7 2 5 ممیز 6 725 و 6 دهم. امیدوارم این مطالب رو به خوبی یاد گرفته باشید و حتما بعدش باز دوباره کلیپ رو ببینید و قبل از اینکه من حل کنم شما خودتون حل کنید و با این مقایسه کنید. شاد و سلامت و پیروز باشید.